آقا ساعت خدمتتونه. 1 ساعت بندست به دسته. لامصب میزونه. سلام علیکم خانم. سلام علیکم. سلام خانم. ابا چه بیارش پایین خبره؟ بچه ها، زود باشین. خیلی خوب کمک کنید. کمک کنیم اینو. یواش. آینه رو بپا. آینه رو بپا. خوبه. صبر کن بابا دیگه. مواظب باش. نزنیم بیافته. خوبه همینطوری خوبه. کنه. یواش. خوبه. کامل اومده خانم. ما که کمد نخواسته بودیم. ولی ما بی اطلاعیم خانم. حاج آقاتون اینو خریدن و دادن ما بیاریم، ما هم آوردیم خدمتتون. پس چطور صاحب که میره به من حرفی نزد؟ حالا ما خبر نداریم. اجازه بچه چرا یه ها، بارش زود هم باشین. دادن و فرستادن. بالا بله. آها. خیلی برو خوب. بینم. این طرفو زود میگیرم. باش. برو بچه. یواش بچه یواش. مواظب باش. خیلی خوب. مواظب تش باش. اره باشه. بفرمایید. اخ کمرم خورد شد. خیلی سنگینه. اره مواظب باش. یواش یواش یواش. مواظب باش. خیلی خوب. علی و خیلی سنگینه. اره اینش میگیرم. برو بینم. ببرینش تو همین اتاق. کت کنی کت. چش مواظب باشی. خوبه. این ولی واسه بیم بچه خیلی خوب. یواش بین. یواش حال نده. آها. خوب. کجا باست بذاری خانم؟ بذارینش همینجا. یواش. همینجا اینجا خوبه؟ اره دیگه مرده. خودش کجا رفته؟ کی کجا رفته؟ حاج آقا رو میگم. والا خانم ما بی اطلاعیم. خداحافظ همسیده. سایتون بریم. کم نشه. سایتون کجا کم نشه. فسخونی؟ چه خبره؟ مگه سر آوردی عمو؟ خانم جان بنده یه فقیر سراپا تقصیر طالبینم. کتاب باز میکنم، رمل اسرالله میاندازم و در ضمن از گذشته و آینده خبر میدم. دوای مهر محبت هم دارم ای خانم جان. ببینم طلسم و جادو چی بلدی یا نه؟ با طلسم و جادو که چیزی نیست. هر کاری که اراده بکنی از دست عمو ساخته است. خیلی خوب، حالا فالمو بگیر تا بریم سر بقیه بنشین چیزا. بنشین تا بگیرم. بنشین که نشستنت رو بروم. ده بگیر دیگه، چقدر طولش میدی؟ میگیرم فالت رو میگیرم، بعدش میرویم سر بقیه یه چیزها. یادای خانم جان، ولی نیاز عمو باید چاق و چلو و قلوب و ظلمبه باشد. فراموشت نشود ای تو قل من.
الان برمیگردم. خانم جان مواظب خودت باش، شیون بچه علامتشو نیست ها. منظورت چی؟ بی خنده شیون علامت آن است که دارند یک چیز قیمتی رو از تو میدزدن. چی رو میدوزن؟ ممکن است این چیز قیمتی شوهرت باشد. شوهرم؟ بله خانم جان، بله نکنه حاج آقا رو میگی؟ بله حاج آقا رو میگم. راستش را بخواهید من پای زنی را میبینم که در میان است، یک زن بالا بلند با چشمان بادامی وحشی خانم جان که دل از صغیر و کبیر رو بوده. دیگه چیا میبینی؟ بیچاره شدیم خانم جون، بدبخت شدیم، عوضی مگه چی شده؟ حق با شما بود آبجی، ما یه خیابون اشتباهی اومدیم. عوضی اومدیم چه کنیم؟ آره خانم ما عوضی اومدیم، خیلی باز درسته خانم. من که از اولش گفتم مال ما نیست. من از شما معذرت میخوام. خدا ایشالله از خواهر کمتون نکنه. من یکی چشم هم بزنین نوکرتونم. آوردیمش بله. بیرون. خیلی خب بریم ورش. قربون شما. زنده باشید. ببخشید آقا. خب میگفتی خانم جان برید تو مواظبت کنید، ممکن است دستشان کج باشد یک چیزی رو بلند کنن. ایوا راست میگی یا؟ بروی هی جبلی تو همینجا بپلک تا من برگردم. مگه دیدیش؟ اون هماش. آره دارم میبینم. خیال کن هیچی ندیدی، وایسا تا من برگردم. خب حالا نمیشه منم بیام؟ تو دفعه اوله دیگه واسه اون کار میکنی، اونم با پارتی بازی من. بذار برم یه خود از تو واسه چاخان کنم، شاید اوضاع رو برا شد و طرف اعتماد شدی. یعنی چی؟ یا آخه اون ترسش اینه که نکنه مأمور باشی یا خودت تو دست جا کرده باشی. من یادت چه توفه‌ای هست؟ یادت باشه که کارو اون دید میزنه، جنسم اون آب میکنه. از این گذشته کله دارم هست. بدش منم. طرف چطوره؟ کارش خوبه؟ وقتی با هم تو زندون بودیم هیچ فکرشی نمیکردم که اینقدر طرف ارز باشه. میشه بهش اعتماد کرد؟ تو دلت بخواد بگم بیا. مردی که یه کر باز. بگوشم. آخه تو کی میخوای آدم بشی؟ فعلا که خیالشو ندارم. آخه بی همه چیز چند مرتبه یه حرف رو با آدم میزنن. بهت گفته بودم تا یه نفر از زیر رو نشناختی حتی طرفای من نیارش. شما هم بفرمایین قربان. فعلا گورتو گم کن تا بعد خبرت کنم. آخش چشم. بی جلو ببین چی میگم. بله قربان. مردی که عوضی همه کسته. مردی که گردن کلفته بی بخار. اگه یه دفعه دیگه منو بزنی ها همچین میزنم تو شیکمت که روداد از دهنت در بیاد.
مرتی که همچین میزنم تو دهنت که پر خون بشه نفهمیدی با کی طرفی؟ سر کی داری داد میزنی؟ تو سر هوا چه میدونم تو بمیری این دفعه میزنمش دیگه این دفعه هم خودت میمیری چون فکر نمی کنم زورت به کسی برسه ممکنه زورم به جناب عالی نرسه ولی به اون میرسه ببخشین جناب آقای گردن کلوف ما هم کتک خوردتیم خواهش دارم ذلیل شدتیم بنده کفشتیم خب ای دوست داری باش بی همیت هستی؟ همه کسته جد آبادته میزنم تو اون دهنتا اون وقت میزدی شوهرت سرش تو کماج دون بود اگه مردی بایستده اگه بودم که وامی استدم من نمیری دارم در میرم لابد نیستم بایستا کی باید خیلی خوب سلام ما رفتم میخوایم بریم کار داریم فعلا که از پول مول خبری نیست چی شد؟ نفهمیدم چی رو خبری نیست بی همه چیز بچه مردم گولش زدی و بردیش دزدی جختش هم میگه از پول خبری نیست ای دل غافل یعنی میفهمی بنده جنابالی رو عقربه در کردم بردم دزدی تا چی خیال کردی؟ جنابالی رو با این هیکل گنده بنده گولش دادم خب تا چی؟ ای دل غافل میفهمی حضرت آقا رو به جرم اون 2-3 مسجدی که ساخته بودند دستگیر کرده بودند و انداخته بودند کنج زندان بله آقا حروی ناچاری بود زنم واسه زایمون باس میبردمش مریض خونه یه پاپاسی هم نداشتم این دفعه چی؟ دفعه آخرم بود حالا میبینیم آقا حرو بی پولی بود حالا میبینیم آقا اصلا تو نذاشتی من نفس بکشم پامو از زندون بیرون نذاشته یخمو گرفته که یالا خب بخاطر نیا گفتم که دفعه آخرم بود حالا میبینیم آقا خیلی خوب دیگه پاشو اینقدر زرت و زرت نکن پاشو دیگه باس بریم خونه سابقم و سراغ بچه‌مو بگیریم تو رو خدا امروز دیگه ولش کن بس بریم یه خود عرق بخوریم گریه کنیم کیف روزگار ببریم تو بمیری از زور پولایی که الان تو جیبته داری خفه میشی قصه پولو نخو سر را که داریم میریم 2 جیب میزنیم تمومه تا نریم و سراغ یه بچه‌م نگیریم از عرق خوری خبری نیست اصلا از کجا که ننه آقا از زیارت برگشته باشه از کجا که بر نگشته باشه خب از کجا که اصلا ننه آقا بچه تو خبری داشته باشه از کجا که نداشته باشه والا مثل اینکه حق با جناب عالی است بزن بریم بفهمیم بزنیم تا بنده برم برو دیگه قربون تیپات. دیدی شما خفه شد تا من به کارم برسم شما برس ما تماشا میکنیم خرج خانم خرج خانم نیست حالا میبینی که هست نیست نیست خرج خانم خرج خانم نیست سلام شما اینا سلام به روی ماهت قربون شما احوال شما چطوره باز که در اتاق ننه آقا بسته است مگه هنوز از زیارت بر نگشته چرا حتما رفته خرید حالا بفرمایین تو الانی پیداش میشه قربون شما همینجا تو حیاط میپلکی پس برم واسهتون چایی بذارم قربون دست دارجی بیبی هست عجب قصری
تله تو بساطم ندارم که بتونم خرج مریض خونش رو بدم. اگه میخوای زنت سالم بزاد بچه‌تم سالم به دنیا بیاد راهش همینه که بهت گفتم مگه نه جفتشون از دست میرن. بعدش چی شد؟ به هیچ جا را نمی بردم. زنم داشت سر زا میرفت و هیچ کم بهم پول قرض نمیداد. رفیقای جون جونیم خودشونو قایم کرده بودن. یعنی گذاشتی که زنت نه، زدم به دزدی. کیف یه یارویی که جلوم داشت میرفت از جیب شلوارش زده بود بیرون. یهویی زد به کلم، دیگه امونش ندادم. پریدم کیفو زدم و بعد فرار کردم. خب بعدش چی شد؟ زدی به چاک؟ زدم به چاک، ولی اینو داشته باش که یکیشون بچه محل بود و منو شناخت. ای دل غافل. خلاصش سراسیمه رسیدم خونه. نازخم بچه چی؟ حقشون بگیر. برش رو بریم برش خونه. پول پره حسابی گیره بودم. نه آقا چی شده؟ دیگه خیلی دیره. یعنی چی دیره؟ بچه‌ت سلامتی. زنم چطوره؟ زنم که حالش خوبه؟ من که بهت گفتم باید میبردیمش مریض خونه. ایشالله غم آخرت باشه. زنت سر زارم. بیاموز. سپردمش به خاکم، بچه رو دستم بود. مریم زن حسن دوزه به دادم رسید. بچه متر خوش بود. از نشستن و فکر کردن و قصه خوردن که کارت به جایی نمیرسه. پاشو برو چهارچرخی تو بردار و کاسبی تو شروع کن. من بهت قول میدم که نذارم آب تو دل بچه تکون بخوره. اون یاروه بچه من ریشو که گفتم منو شناخته بود یادتونه؟ آره یادمه. کس با یه آجان پیچید تو کوچه. ای دل غافل. سرکار خونش. اومدیم بزنیم به چاک که سرکار گفت جا تکون نخور که مخاطو میپاشم تو دهنت. ای دل غافل. حالا نگو که قضیه فقط یه جیب بری خالی نبود. چی بوده؟ راستش من اونایی رو که ریخته بودن سرم اینقدر بدجور زده بودم که چند تایشون تو مریض خونه افتاده بودن. 2 تاشون هم حسابی ناقص شده بودن. اون که پول و پله اونجوری نداشتیم که خرج کنیم. این بود که وقتی هیچ کدومشون رضایت ندادن چند سالی واسم بریدن و دخلم اومد. ای دل غافل. دیگه هم بچه تو ندیدی که ندیدی؟ ندیدم که ندیدم. خب پس چرا تا حالا اینا رو واسه هم تعریف نکرده بودیم مرد؟ این همه مدت ما با هم تو زندون بودیم و تو لام تا کام حرفی نزدی؟ راستش واسه خودم هم هیچ وقت تعریف نکرده بودم. میرم حالا فکر میکنی که این زنه یعنی همونی که پسرت پیشش مونده راستی گفتی کی بود؟ مریم زن حسن دوزده. پشیورش هم همکارمونه. خدا بیامرزتش. من تو زندون که بودم شنیدم قتل کرده و زده به چاک. بعدش هم حکم تیرش در اومده. بعدش هم یه آژانی یه شبی دیده و شناختتش، ایست داده، اونم پا گذاشته به فرار و آژانام زدتش. حسن آقام در جا غزل خداحافظی رو خونده بیچاره. ای دل غافل. ای دل غافل. عاقبت رو میبینی؟ خب
حالا فکر میکنی که این مریم زن مرحوم مغفور جنت مکان جناب آقای حسن دزده رو اولا میتونی پیداش بکنی یا نه؟ زیر سنگم که باشه پیداش میکنم. اومدیم و دومندش پیداش کردی. از کجا که بچه هنوز عمرش به دنیا باشه؟ لال شو. خب اومدیم و شدیم، ولی سومندش از کجا که بچه رو بهت پس بده؟ تازه اگرم داد چهارمندش از کجا که بچه تو رو بخواد و باید بیاد؟ تازه‌شم اگه خواست اومد بهش بگم تا حالا کجا بودم. از این گذاشته کجا ببرمش؟ زیر کدوم سقف جاش بدم؟ این که کجا بودی یه کارش بکن، اما این که زیر کدوم سقف قلومیت کنون نمارده. یه خشقربه در اجاره داره که 2 دستی تقدیم جناب عالی. ای بابا خودم هم زیادی هم. که دیگه خودتو لوس نکن، یه چیزی بهت میگم عوضی. از این گذشته بازم از این بهش گذشته؟ بگم باباش چی کار است؟ پسر تو چقدر سخت میگیری. این درسته که ما مال دوزیم، ولی خب چه اشکالی داره؟ بهش بگو ما مال خریم. دوزیم یا خریم مگه تفاوتی هم داره؟ به به نن آقا سلام علیک. سلام علیکم. سلام. تو کجا و اینجا کجا؟ این همه مدت کدوم گوری بودی؟ ای نن آقا دنبال بدبختی رو در بدریم، گیر بودیم، خلاصه گرفتاری بچه طفل معصوم و سپردیش به امون خدا و حاجی مکه. رفتم که رفتم، حالا هم اومدی که گیر بودم، در به در بودم، گرفتار بودم. همین دل غافل. سلام نن آقا. سلام. یه هفته پیشم که شما زیارت رفته بودین ناصر خان اومده بود. بفرمایید. قربون دست. بفرمایید. قربون شما. شما نمی‌فهمید نن آقا. بعد از این همه مدت حالا اومدی چی کار؟ نن آقا از سر تقصیرات ما بگذر، فقط یک کلم بهم بگو ببینم بچم زنده است یا نه؟ پس چی که زنده است؟ واسه خودشم یه مردی شده. خدایا شکر. باز بری دست و پای مریم رو ماچ کنی. تفلکی تو زندگی جون کنده تا تونسته بچه تو به یه آب و گلی برسونه. خدا عوضش بده، من پسرمو از اون دارم. تو نرو ناصر خان، پسر تو حالا پسر اونم هست. نعوذم بالله، ما که نگفتیم پسر اون نیست. خوب ناسلامتی پسر مام هست. میخوام ببینمش. اومدیم پیش شما که جا و منزلشو بدونیم. این شد یه چیزی، ولی بهت بگم اگه بخوای تنین بی زن بی کس و کارو بلرزونی یا آزاری بهش برسونی، نه تو این دنیا خیر میبینی نه تو اون یکیش. اگه شما از ما آزاری دیدی نن آقا، مریم خانومم میبین. مگه شما پدر مادر ندارین آخه؟ چرا شکونه روشن بیاد میکنه؟ برو بیا برو بچه دنبال کاره. بیا برو بینم. چه میگی؟ جانمی جان. خجالت بکش مرتی که عوضی. مرتی که خودتی. خسته شو دیگه. جانمی جان. ایراد به بچه ها میرسه. بابا با سنگ ده شیشه شکستن که شکستن. بیا برو غلط شده رو تا کم کن بینم. برو بینم. خوش لوس کرده. میگه بدن چطوری غلط کرده بذار من چک بینم. چخه؟ این آقا اینه و آرتیست فیلم هاست. جک کنیم لابا تو هم دوست داری جیمی آرتیسته باشی من نه؟ پچه خب بگو ببینم جیمی، این ورای یه خیاط خونه به اسم گلبهار میشناسی؟ معلومه که میشناسم. این ورکی یا اون ورکی؟ این ورکی. اون ورکی؟ آره جنبالم یه تا نشونت خب بده. برو بریم بریم؟ بریم. خداحافظ بچه ها. خداحافظ. آخه خیلی وقت بود بزن نکرده بودیم. میخوای لباس بدوزی؟ پس پارچت کو. نه بابا من دنبال یه کسی میگردم. دنبال کی؟ دنبال یه زن که تو همین خیاط خونه کار میکنه. اسمشم مریمه. مریم؟ آره چطور مگه؟ هیچی آقا، خیاط خونه همینجاست. تو همینجا باش من الان میام. باش. عجب گرماییه. آخه یوی چت شو؟ چرا ماتت برده؟ این آقا کیه؟ آرتیسته دیگه. آرتیسته من نه. برو بابا دلت خوشه. با مریم چی کار داره؟ یه امونتی پیشش داره رفته بگیره. امونتی؟ امونتی
غلطی چی؟ ببینم من تو مریم خانم میشناسی؟ به تو چه؟ دست از سرم وردار. بچه کدومه؟ دستم به دومنت مریم خانم. تو رو خدا این حرفا رو نزن. دار و ندار ما تو زندگی فقط هم یه بچه. مدرک داری؟ شناسنامه داری؟ چی داری؟ من هیچی ندارم ولی تو که رحم داری. رحمو بذار در کوزه آبشو بخور. اصلا میدونی چیه؟ کور خوندی آقا جون. تا بوده از دست اون شوهر دوست بی همه چیزم کشیدم، دیگه از دست تو نمیتونم بکشم. جوش آوردی. خب بگو حرف حسابت چیه؟ میخوای بگی بچه مال توه؟ خب مال تو باشه اما منم باباشم. اگه باباشی پس تا حالا کدوم گوری بودی؟ تو رو خدا صداتو بیار پایین، آبرومو نری. نه آخه بگو ببینم کدوم گوری بودی ها؟ چه فایده ما هرچی بگیم تو که باورت نمیشه. معلومه که نمیشه، واسه اینکه جنس همتون خرابه. یا میخواین عشقتون رو با آدم برسین یا اینکه تسمه از گردش بکشین. فقط اسمشه که مردی. اما من فاتحه خوندم به هرچی مرد مثل تو اون حسن دوزه گور به گور شده است. مریم خانم قربون شکله اینقدر لیچار بار ما نکن. به خدا من از اون مردایی نیستم که تو خیال میکنی. نه فکر کنی که 6 سال آزگار رفته بودم دنبال عشق و الواتیم با حالا یهویی ویرم گرفته که بیام و بچه‌مو ازت بگیرم. خب چی؟ میخوای بگی کدوم جهنم در ری رفته بودی؟ امروز نمیتونم بهت بگم اما یه روزی شاید تونستم و گفتم. بفرما. نگفتم نمیتونی بگی کجا بودی. مریم خانم نوکرت اذیتم نکن. هر چقدر پول بخوای شده از زیر سنگم واسه گیر میارم و بهت میدم. تو فقط بچه‌مو بهم پس بده. اون نه فروشیه نه پس دادنی. پس میگی چه خاکی به سرم بریزم؟ ببین ناصر خان، وقتی بچه تو گذاشتی و رفتی 2 سال بعدش حسن رو با تیر زدن و گور به گور شد. خیر سر امواتش 2 دنگ خونه خرابه واسه من باقی گذاشت. من بودم و بچه تو اون 2 دنگ خرابه و جون کندن و سوزن چندرغاز زدن تو این خیاط خونه. من سوی چشممو گذاشتم تا خودم و بچه تو زنده نگه دارم. حالا میگی چی؟ مفت و مسلم بچه مثل یه دسته گل رو تحویلت بدم و بوخ برم کنج خونه به تمرگم تا دق مرگ شم؟ میخوای بگی نمیفهمی که دیگه اون زندگیم شده، پاره جیگرم شده؟ من میفهمم، به خدا میفهمم. پس اگه میفهمی درست به صورت من نگاه کن، به هیکلم نگاه کن، ببین هنوز اونقدر جوونم که مردا عاشقم بشن یا نه. مریم خانم به اونا کاری نداشته باش، جواب منو بده، میشن یا نه؟ هنوزم مثل پنجه آفتاب میمونیم. منظورم اینه که با این حال نه پی ددر رفتنم بودم، نه پی اطوار و رقاصی، نه شوهر موهر کردم. همه چیز ازاشتم واسه اون بچه. نه خیال کنی از سر سیری بوده، نه جونم. بچه رو دوستش داشتم، حالا هم به جونم بس است. هیچ احد و ناسی هم نمیتونه اونو ازم بگیره. میگی نه؟ برو. چی بهت بگم؟ آخه چی بهت بگم؟ تو رو خدا دست بردار از این عدت فرام نیا و خود تو به موش مردگی نزن که حسن تون بتون شدم زیاد از این بازی ها در می آورد، اما سر تا پاش کلک بود. من حسن دزده نیستم. آریته بی خودی صداتو نبر بالا، من از صدات نمیترسم. یارت من از تو میترسم. حالا کی گفته که بترسی؟ بچه چی میگی؟ تو چی میگی؟ من بچه‌مو میخوام. بابا ایوه الناس، به این آقا بگید مملکت قانون داره یا نه؟ الکی که نیست. من واسه بچت به اسم خودم شناسنامه گرفتم، حالا میگی که چی؟ زورت میرسه بچه قانونی ما ازم بگیری؟ برو عارض شو، برو بگی، برو هر غلطی که دلت میخواد بکن. زور قانون نتونم بچه‌مو ازت بگیرم، شده خرخرت به جوام، شده شارگتو قطع کنم، شده به زور بچه‌مو ازت میگیرم. همینه که میگم، فقط اسمشه که مرد. زن کشی کار امثال تو نامرده دیگه.
دست درد نکند بود مگه نه؟ یه هوی زد به کلم نوکرتم. آخه تو بدجوری با آدم حرف میزنی. لیاقت تمینه. تو خدا باز از سر نگیر. دیگه چیزی نمونده که از سر بگیرم. تو برو سی خودت، منم میرم سی خودم. ببین چی میگم. بیا وقت شیطون پیاده نظر کار بالا بگیره. ولی من میخوام که بگیره. مگه نه اینکه حساب زور و گردن کلفتیه. خب تو هم که زورت به من میرسه، پس چرا معطلی؟ بزن و همین الان منو بکش. ده بکش دیگه. بکش. ده اگه مردی بکش. ده بکش ده. ببین زن، تو خودت داری کارو خرابش میکنی. از این خرابتر که هست نمیشه. هرچی بد و بیرا تو دنیا بود بار ما کردی. ما من دستمون در رفت و یک کشیده پروندیم. بیا همینجا ختمش کنیم و بشینیم مثل بچه آدم با هم کنار بیم. من کنار بیاش نیستم. بیا یه نهی بد میبینی ها. تازگی نداره. تا اونجا که یادمه همیشه بد دیدم. اینقدر دهن به دهن من نذار زن. من هر کاری که دلم بخواد میکنم. گوش کن، اگه تو هر کاری دلت بخواد بکنی اون وقت منم هر بلایی که دلم خواست سرت میارم ها. دهنت میچاد. اینقدر لیچار نگو. لیاقتته. میزنم تو که زدی ولش کن ولش کن مامانم ولش کن. هیچکی حق نداره مامان منو بزنی. گورتو گم کن. نزنش قاسم. قاسم نزنش، اون باباته. خودشه، باباته. از سفر برگشته. بابا جون. بابا خوب. تو واسه خودت مردی شدی. تو حالا کجا بودی؟ یه سفر دور و دراز، دنبال بدبختیم، دنبال یه روزی که دستم به دهنم برسه و بتونم تو رو پیش خودم ببرم. مامان میگفت تو رفتی مسافرت رو بر میگردی، اما هیچ وقت بر نمیگشتی. من فقط شبا خوابتو میدیدم که اومدی منو با خودت ببری. منم از حرصم کلتو میکندم و مینداختم دور. تو از من بدت میاد داره. تو دلت نمیخواد با من بیایی نیست. مامانت مهربون مثل بابات بد نیست. تو اونو دوست داری و با من نمیاد مگه نه؟ یک کلام بهم بگو نه. منم بهت قول میدم که برم و دیگه پشترم رو نگاه نکن. بابا جون، وقتی میومدی تو خوابم، وقتی کلتو میکندم و مینداختم دور، بعدش گریه میکردم و از خواب میپریدم. بابا خیلی خوب، دیگه تو کوچه روزخونی جان اندازین. پاشین بریم تو. قاسم چیه؟ بیا این آبو ببر بده به بابات. دوستش داری؟ آره؟ به من نگاه کن. با تو هم. دوستش داری؟ اگه نخوای ندارم. دوستش ندارم. من هیچ وقت دلم نمیخواد تو باباتو دوست نداشته باشی. پس میذاری پیش ما بمونه؟ نه، اون نمیتونه پیش ما بمونه. چرا نمیتونه مامان؟ آخه مردم واسمون حرف در میارن. آخه چرا؟ چون مامان منی، اونم بابای منه.
مامان و باباها تو دنیا پیش هم نیستن. فرق میکنه پسرم. چه فرقی میکنه بابا؟ بزرگ که شدی واسط میگم. من دلم میخواد هر ستاییمون پهلوی هم باشی. خیلی خوب، حالا کاسه رو بده به بابات. گلی خانوم، جون گلی خانوم، قربون دستت. داری میری آشپزخونه یه سریم با آب گوشت ما بزن. سیب زمینیشو ریختی؟ آره جونم، فقط نمکشو اندازه کن. چشم، الان جفت جورش میکنم. مریم خانم چی شده؟ بیاین ببینید چه خبر شده، عجله چه کنید. خبر شده؟ بیاین دیگه زود باشید. سماور جوش اومده داره قل میکنه. مرد شورتو ببرن ها. داشتم پس میافتادم. مگه مرض داری؟ حالا میگی چی کار کنم؟ چم چاره. خب دمش کن دیگه. صبر کن، اومدم. آخه خدا پدرت بیامرزه. آخه من اینجور کارهای خانوادگی رو بلد نیستم. هول میشم. نه اینکه خانواده و فک فامیل ندارم، اینه که هول میشم. اصولا تو رشته خانوادگی من خیلی ضعیفم. واه، چه حرفا. آره. آخیش وای چه هولی کردم. دیوونه زنجیری. همچین بیا سرینو بگیر، منم باید دست و صورتمو بشورم. امروز تمرین علک دولک داشتیم، خیلی کثیف شدم. بگیر. چی گفت تمرین علک دولک؟ مگه علک دولک هم تمرین داره؟ تو چقدر خنگی، خب معلومه که داره. خودت مسخره کن، منو مسخره میکنی؟ حالا که مسخره کنی الان مثلا همه که تو خیلی میکنم. سر کن بدی من پاش خیزش کن. بپاش جذابی خیزش کن. بپاش خیزش کن. بپاش خیزش کن. مریم خانم بگیرش. وای قربون دستت، امروز کلی باعث زحمتتون شدیم. دست شما درد نکنه. این حرفا چیه؟ تا باشه از این زحمت ها باشه. قربون شما. بفرمایید. وای چه هیکلی، آدم دهنش آب میفته. خب کار و کاسبی چطوره؟ اصلا چی کارا میکنی؟ هنوزم همون چارچرخه رو داری و دوره میگردی و میوه میفروشی یا چیز دیگه؟ والا چیزیم اینیم دیگه. چی میگن قلومی؟ مالخره. ما مالخری مریم خانم. یعنی راه میافتین تو کوچه ها و از خونه ها جنس کهنه و نیمدار میخری؟ نه بابا، سطح پایین فکر نکن آبجی. نکنه تو کار قاچاق ماچاق و این حرفا منظورت؟ چی داری حرفا میزنم؟ نه بابا، تو که میدونی مال این حرفا نبوده و نیستی. خدا کنه، چون اگه دنبال این کثافتکاری ها باشین کلامون دیگه حسابی میره تو هم. اون وقت تو اون بر بازار و مام این بر بازار. من واقعا همیشه قاچاقچی ها تو فیلم ها دزدن، مگه نه؟ آره مامان جون. بابای من قیافش با آرتیستا میخوره، نه رئیس دزدا. من نه بابا. میگم مگه تو آرتیسته نیستی؟ چرا؟ اگه تو بخوای من هستم. تو هر چی بخوای من هستم. بارکلا پسرم زودتر رسید. بارکلا آفرین، زودتر رسید. خب حالا میگی چی؟ هرچی تو بگی. خیلی خوب، هر وقت دلت خواست بیا اینجا و ببینش. بذار گاگو داریم با خودم ببرمش بیرون. پاری شبان ببرمش پیش خودم. مگه تو خونه زندگی درست حسابی هم داری؟ تصدقی سردی خیش خرابه اجاره کردیم. با هم زندگی میکنی؟ تو قلومی رو میگم. آره دوتایی با همین. زمن و این حرفا که تو کار نیست. منظورم که میفهمی، از اون زنای اونجوری رو میگم. نه جون خودش. میدونی دلم نمیخواد چش و گوش بچه به این زودیا واز شه. ارواح خاک مادرش از روزی که ننه خدا بیامرزش رو سپردم به خاکا تا امروز چشم تو چش هیچ زنی نیفتاده. الا کی؟ الا تو چش تو. تو رو خدا یه دقیقه صبر کن، جون نخور، بذار دکمهاتو ببندم.
خب شیطونی نکنی ها. حواستو جمع کن، دستت هم از دست بابات در نیار. چشم مامان. باری کردی. بریم دادر که دیگه خودت مردی شده. بس خداحافظ. خداحافظ. بیرون کاری نداری؟ نمیخوای چیزی واسات بخرم؟ نه چیزی نمیخوام، فقط نذاری شب بشه ها. زود برش گردون. شما اهم بفرمایید خانم. خداحافظ. خداحافظ. میگم چیه؟ بزن تو گوشم و تلافیشو در بیار. تلافی چیو؟ تلافی اون چکیو که تو گوشت زدم. مگه دیوونه شدی؟ خب پس بگو چی کار کنم که از دلت در بیاد. فکرشم نکن. من هیچ وقت اینقدر بد نبودم. حرفشم نزن. یه اون نوکرت بشم بسته. اوه تو اگه این زبونو نداشتی چی کار میکردی؟ تو اگه این چشا رو نداشتی چی کار میکردی؟ ایفو دستمو ول کن جلو نیا، خوب نیست. چه بینره؟ مگه نه اینکه مامان بچه‌می؟ تو هم که حرفای پسرتو میزنی. از ته دلم حرف میزنم. میرت به دلم و حرف میزنم. اینقدر زبون نریز دیگه، برو. مگه پسرتو نمیخوای؟ اینم پسرت دیگه. چه مرگته؟ نمیدونم، مثل اینکه یه چیزی میشه. خجالت بکش، برو دیگه. برو ده. نوکرت. خیلی خوب، باش تا خبرت کنم. خوب نشی الهی که چشات منو کشته. کی تو کشته بابا؟ بزرگ چه شدی واسه تعریف میکنم. تو هم که همش وعده سر خرمن میدی. عادتشه. برو بریم. بفرمایید. ناصر هوا پسه. نگاه نکنی، پشت سرت یه کمی دورتره که از ما بهترانش سوداره دیده اون میزنی. غلط نکنم یکی از ما رو شناخته، حتمی هم منو شناخته، چون هرچی باشه تو کثافت کاری ارشدتر از تو هستم. پلیسه؟ آره پلیس شخصیه. حالا جلوی این بچه چه خاکی به سرمون بریزیم؟ شما کارت نباشه آقا، هر طور شده فلنگو میبندیم. اگه راست بگیری بگی. یه دیگه بودو. ولش کن بچه رو خفه کردی. بازیه دیگه. چه جور بازیه؟ آرتیست بازیه. خب دیگه آرتیست بازی بخوری، نه آرتیست بازی. نه غلط کردم. اینم آرتیست غلط کردم، بس دیگه نزنیم. دست بالا تصویر پشت چرا میزنیم؟ گنده برگرد. چپ راست بگیر. بیا جلو.
دلم شور میزنه. میگم نکنه یه بلایی سر دختره بیاره. نمیدونم والا، الان کلی وقته که باهاش تو اتاق. مرد که دزد بی همه چی، نمیدونم چی از جون این دختره میخواد. تا بوده حسن دوزه شب و روز گوشت تنشو آب کرده. باید عروسی کنم. مثلا چطور میشه که تو هم من دوست داشته باشی؟ قرآن خدا غلط میشه. مگه دوست داشتن زوره چیه؟ من اصلا از ریختتم بیزارم. چی داری میگی؟ ها، نکنه از ریخت بابای قاسم خوشت اومده؟ لو فرض گیرم هم که خوشم اومده باشه. تو رو سننه. ها چی شد؟ تو حالا اینجوری با من حرف نزده بودی؟ از این من بعد میزنم، چون نه از خودت خوشم میاد نه از کارت. حالا میگه که چی؟ تو بمیری به موت قسم دور دزدی و اینجور حرفا رو خیت کشیدم و گذاشتمش کنار. خودت بمیری. تو گفتی و منم باورم شد. اسخر شیطون بی پایین. دستو بکش کنار. میخوامه بکش کنار. حالا دیگه کارت به اینجا کشیده؟ صداتو بیار پایین زن. کور خوندی. من از اوناش نیستم که خیال کردی. اگه یه دفعه با هم باشی بهت قول میدم که تا آخر عمرت دست بردارم نیستی. میگی نه بیا. برم کن. گم شانتر. دست رو من بلند میکنی؟ پس چی خیال کردی؟ مردی که نامرده بی همه چیز. خفه شو. ولم کن. ول کنت نیستم. قربونتم میرم. میکشمت. میکشمت. دیگه بابا یکی بیاد به دادش برسه. ببین داره میره. چه خبر شده؟ چه خبر شده؟ وای ناصر خان کجایی به دادش بره؟ چی شده؟ همون مردی که بهت گفتم بازم اومدی داری مامانمو میزنی. یاد کرده که میزنه. در از تو قفل کرده. فرمان شکستنه. دیانه. از گریه کردن که راه به جایی نمیبره. باشه یه خورده لباس واسه خودت و قاسم بریز تو چمدونی تاکی بریم خونه ما. دور خیاط خونه رو فعلا خیت بکش. یه چند روزی پیش ما باش تا واسهتون یه خونه دست با کنم. مگه میخوای واسم حرف در بیارم؟ پدرشون خب حرف در بیارن.
بهتر از اینی که دم به ساعت مردی که بیاد و تن تو بلرزونه. اتاقتم اجاره میدیم و سهم اجارتم خودمون جمع میکنیم و واسط میاریم. بله، پاشو برو خودت خلاص کن. این آدمی که من میبینم دست بردار نیست که نیست. خب مگه این که تو ازش خوشت بیاد و تنت بخاره. خدا مرگم بده، این چه حرفیه گلی خانوم؟ پس حرف بابای قاسم رو گوش کن. چه قشنگی تند و تیزی، او چقدر خوب قر میریزی، چقدر ناز میکنی، چقدر همچون و همچین تو تناز میکنی. میخوام دورت میگردم، بیا میخوام دورت میگردم که توی درمون دردم، تو حالا مال منی، به خدا ابرو کمونی، حالا اقبال منی. هست داره وقتی که هی این ور میده و هی اون ور، قربونه این قر برم اون عشق و این لنگر، شوخی و شنگی از همه رنگی، با دلم با اون قرات داری می جنگی، با دلم با اون قرات داری می جنگی. رو گل قالی بس که تو حالی، مثل کنچش میپری تو پر و بالی، مثل کنچش میپری تو پر و بالی. آخ دادم وای وای، آخ دادم وای وای، آخ دادم وای وای. گلومی مهمون اومده. دل غافل، بازی ناصر خان بی وقتیش کرد و مهمون برداشته بود تو خونه. چیکار کنیم الان؟ گلومی حالا میگه چیکار کنم؟ چیز کن، سینه خیز. همینطوری سینه خیز و شکم خیز میریم پشت جبهه. گلومی خونه خرابم کردی بیره. هر کجا هستی از جا تکون نخور که دارم لباس میپوشم. بی حرکت که هوا پس عقب. کمان همینطوری سینه خیز کمان. مثل این که داره لباس میپوشه. من الان برمیگردم. وایسم زود باش. خیلی خوب تو هم لباس رو پوشتی کم نزم. بکش بالا. زود باش. بکش پایین. بکش بالا. یه کارش بکن. بکش بالا پایین. ایوا سلام توی خاک عالم به سرم شد. این چه کار میکنه؟ ای بیره، ببین چه شکلی حالت ما رو بی حالت کرد. یا حالت تو سرت بخوره. من حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ تو کاریت نباشه، برو تو حیاط سرش گرم کن تا من یه جوری ترتیب ربابه بدم. چی داری میگی؟ تازه میخوای ترتیب ربابه بدی؟ نه بابا، منظورم اینه که یه جوری دکش کنم دیگه. پس بجم تا کاسه کوزمونو نریخته به هم. دستتو نکن تو این آب، کثیفه. بابا کجاش کثیفه؟ صد رحمت به کثیف. اصلا ببین چه کثافتی همه جای خونه رو گرفته. خب دیگه خونه‌ای که توش زن نباشه بهتر از اینم نمیشه. کی به ما زن میده؟ کی زن ما میشه؟ اگه بخوای مامان من زن تو میشه. ایوا قاسم، باز که تو پرروگیری کردی. مگه اون وقت تو که از بابام حرف میزدی نمیگفتی چشم دنبالش بوده؟ چطور زده این حرفا چیه که میزنی؟ دلت میخواد برای بابام بشی. به وایسا بینم. من خود نمیگفتی وقتی بابامو میدی دلت میلرزی. وای ذلیل نشی. من به خاطر بابام بوده کردی خواهی. وایسا بینم. من میدونم که لیاقت تو رو ندارم، پس دیگه بچه رو کنفتش نکن. من کی گفتم تو لیاقتشو نداری؟ ای مبارک بدو ایشالا مبارک بدو مبارک.
چه مرگته؟ یارو چی شد؟ شما چطور از این طرفا؟ این طرفا بودی خانم یه چند روزی مهمون شمایی؟ قدم تو رو چشم. اگه چند وقت اینجا تا چند تا اتاقی واسه شون دست پا کنم. یارو چی شد؟ اتفاقی افتاده؟ هم آره هم نه. یارو چی شد؟ چی آره چی نه؟ پسر تو چقدر فضولی. یارو چی شد؟ بگو بفرما. بفرما. نه نوبت منه جود نمیزنم نه تو داره کلک میزنی بلش کن دیگه. ببین دست دیگه داریم نوبیا کباب ببر بازی میکنیم. نه نوبت منه بلش کن. من باید بزنم اون باید دست من بزنم دستمو شکست بلش کن خودمون بازی میکنیم تو شکاده به بازی من ناصر خان بیایی کمک کنین غذا رو ببریم. نکن دیگه بزن جون من نکن نکن دیگه نکن جون من نکن بچه توسعه آبر که نه خدا خب بچه تفریات سالم غذا بخوریم لحظه باید شما غذا بخوریم بدش من سفره بگی بنداز بینم سفره بنداز بینم خیلی خوب یواش تو من اینو بزنم وسط سفره بدش من بگی بدش من مرگی من گوشتی سینیش هم بزنیم دیگه اگر بد باشی خودتون باید ببخشین. اختیار داریم این کجا سینه جو خیلی خوب حاضرین 1 2 3 آشپزخونه و توالت هم طبقه پایینه. اگه خونه پسند شد در مورد اجارش باز کنار بیایی. تا شما خونه رو دید بزنین من میرم با حاج آقا یه جوری جورش میکنم. خداحافظ. خدا. جای بیگانه
نبود بی میز فردا، دلی نبود تنها ز تنها، نه دردی نه دیوانگی. اگه نبودیش دلی پرخون، نمیشد قصر صدا بیرون، برای ما زندگی میشد به گرمای ظهر تابستون. دلی که تنهاست شریک غم هاست، نداره شوق رهایی. بهشت دنیا برای دلها اگه باشه هم صدایی، اگه پایی در گل نمیمون، اگه دستی نمیرون، کجا جای بیگانگی بود. اگه نبود بی میز فردا، دلی نبود تنها ز تنها، نه دردی نه دیوانگی بود. اگه پرده های اتاق خواب قرمز باشه چرا اونجا نشستی؟ یه خود خسته بودم. بیا این اتاقو ببین، واسه اتاق خواب بد نیست. نگاه چطوری؟ چیه؟ قشنگه. چی قشنگه؟ اینجا مواظب باش، ممکنه یارو سر برسه. ناصر خان، یا الله، نگفتم حاج آقا از اون قیمت پایین بیاش نیست. ما هم بالاش بیا نیستیم. تو چی میگی؟ والا حاج آقا مثل این که میخواد زعفرون معامله کنه. آخه این روزا خونه خالی پیدا نمیشه. کجای کارین جان من؟ من و زنم، من و اون خونه شلوغ پلو، من و همه اون چیزایی که داشتیم،
حالا اینه اون مثل خوابی شده که آدم دیده و از جاش پریده. خوش به حالت. خوش به حالت اینه که خوابت خواب قشنگی بوده. مال منو باش که از 100 تا کابوسم کابوستر بوده. کابوس من لاکردار رو هیچکی نداشته. گاهی شده که آدم خوابای خوبش رو تعریف کرده و خوابای بدش رو تو دل خودش نگه داشته. هر کسی خوابای بد و خوب زیاد داره. هر کسی، نه من. اون وقتا رو یادته؟ اون وقتا که تو بودی و زن تو چارچرخت من و حسن دوزی، یادته؟ آره یادم. صدای کمربند حسن و شیونهای من یادته؟ یادته که وقتی صبح می شد از خجالت کبودیا، از خجالت مشتایی که زیر چشامو سیاه کرده بود، از خجالت ورمای صورتم روم نمی شد سرمو بالا کنم و جواب سلامتو بدم. آره یادمه. یه روز صبح که جلو اتاقت نشسته بودی و صورتت آش و لاش شده بود، یه وقتی من از اتاق اومدم بیرون و سلامت کردم، اما تو مثل برق گرفته ها چادرتو کشیدی رو صورتت و دویدی تو اتاق. بدت میاد؟ تو داری گریه میکنی؟ خیلی خوب، بس دیگه، خیلی خوب. هر چی بوده دیگه تموم شده رفته. آره تموم شده. هر چی بوده، جوونی، زندگی، همه چی تموم شده. از وقتی که یادم میاد آب خوش از گلوم پایین نرفته، همش جون کندن و در بدری. وقت در خونه رو میزدن یا هر وقت یه پاسبون میدیدم یا چشم به یه ماشین پلیس میافتاد قلبم از جا کنده میشد. خیالم که اومدن حسن رو بگیرن و بازم زندونیش کنن. جلو در و همسایه ها دیگه آبرو واسم باقی نمونده بود. هر جا منو میدیدن با انگشت نشونم میدادن که دست از این کارات بردار، دوزی و بذار کنار. من میرم کلفتی، میرم رخشوری میکنم و خرجتو میدم. اون وقت جوابم 4 تا مشت و لغت بود و کشیده و کمربند. خب تقاضیشو پس داد. تقاضیشو پس داد دیگه. همیشه خدا تن و بدنم درد میکرد. دنده ها، سرم، پاها همه درد میکرد. اینقدر درد میکرد، اینقدر درد میکرد. خدا که ازش نگذشت. خدا ایشالله از مادرم نگذره. چقدر گریه کردم که من از قیافه این مردی که خوشم نمیاد، اما اون همش میگفت نونخور زیادی نمیخواد. اصلا مادرم منو نمیخواست. هیچکی منو نمیخواست. من تو رو میخوام ازم. باور کن وقتی که دوباره دیدمت بند دلم لرزید و دست پای خودم رو گم کردم. من مهر تو به دل گرفتم. من فقط منتظر یه اشاره تو. گوشت با منه؟ تو دیگه که مادر بچه منه. حالیته؟ فقط بگو که منو میخوای. اون وقتش واسه تو و پسرم تمام دنیا رو زیر رو میکنم.
حالا نوبت تو بزین بابا نوبت منه بیا دیگه چرا کشته میزنه برو بابا منو چرا میزنی بیا بابا بزین بابا یه دقیقه ساکت دارم بچه رو میخوابونم وا بچه رو میخوابونه بیا نون که بیا کباب تو بیا دیگه نه بابا اصلا که علی کباب نیستی اصلا ولش کن قلومی نون بیار کباب رو ولش کن بذار یه عرقی بخوریم و حال کنیم نه بابا بهتر از تو حال بفهمیم تو سالون چون کفگیر اون به تای دیگ خورده آقا از آقاتم که خبری نشد آقا والا خودم هم موندم حیرون پس حالا با بیپوری چه خاکی واسه جلوی اینا به سر بریزیم خاک کاهو آقا خاصیت هم داره دهنت را بفرمایید قربان بفرمایید اینم سر الان صاف صوفش کنم بدم حضورتون بفرمایید قربان بفرمایید دیگه بزنید خجالت نکشید خواهشمندم چی؟ بزنید این تمرین میره بزنید این تمرین نمیدونم بزنید دیگه مثل که سرش درد میکنه نمیدونم چشه آقازاده یه هفته است که خودش تن به کار نداده جختش از ما طلبکاره والا تا اونجا که من میدونم ناصر از زیر کار در رو نیست ولی به تو میاد که از زیرش دری اون موقع که طرفدار نداشتی کپکت واسه ما خروس میخون حالا که دیگه قربونت برم آقا آخه پر رو تن پروری به هیکل من میاد آقا به هیکل من میاد آقا به هیکل من میاد دیدی میاد فکر میکنی کی باشه؟ والا تا نبینم که نمیتونم اطلاع بدم خب برم ببینم کیه برو نبینه سلام گلومی تویی؟ حالا چطوره منم این شاگرد پاده این سلام ناصر خان شاگرد پاده خود ما آره الان میام کجا میری نرد قرون سلام حالت چطوره؟ حالت چطوره؟ سلام حالت چطوره؟ یعنی پیدات نیست چرا همچین میکنی؟ حواستو جمع کن بند آب نری من و ناصر خان دلال بازاریم اگه فرقومی آوردی بگو حاج آقا چه زلفونی اگه سهم منو آوردی بگو حق دلالی فهمیدی یه بچه تو اتاق خوابیده که به سرم نه آره اون زنم قراره که زنش بشه با توه میگه خفه چی میکنی؟ یعنی چه؟ چی شده؟ 6 روز آزگار فرستادمش دنبال یه کار بی اهمیت جختش اومده میگه راست نشد خاک بر اون سرت کنم این مردشور اون هیکلت رو برن نرخ علکیه به دل نگیر همه شاگرد دارن ما هم شاگرد داریم برو گام شو مردشور رو برن برو به تمر به تمر اونجا خانم شکرم به تمر بیارزه عوضی بی خاصیت به تمر آقا میگه به تمر به تمر غذا مزا کوف کردی یا نه 2 تا پس کردنی صرف شد کافی حاج آقا پیغوم میغوم چیزی نده ای حاج آقا حاج آقا دیگه خنگ حاج آقا حاج آقا چرا گفتن پس فردا طرفای عصر بیاین حجره خدمتشون دوست نداری بری کنار؟ دوست ندارم اینقدر کار کنی من از کار کردن هیچ وقت خسته نمیشم دلم میخواست وضعم طوری بود که تو و قاسم رو پر قوم میخوابوندم فکرشم نکن دلت با خدا باشه همه چی درست میشه وقتی درست میشه که تو دلت رضایت بده به چی رضایت بده؟ که با من مهربون تر باشی که مهرمو به دل بگیری مهرت به دلم هست پس رضایت بده با هم عروسی کنیم حالا وقت این حرفا نیست حالا وقت همه حرفی هست اگه بهم قول بده که زن میشی تموم زندگیمو زیر رو میکنم همونجوری میشم که میخوای مریم من خونه و زندگی و زن و بچه رو دوست دارم من بی خونه و زاغ و زوغاش میپوسم و از بین میرم مریم چی؟ میخوامت به خدا میخوامت قلومی فکر پسرم و مریم از مغزم بیرون نمیره حالا که پیش خودمونم امروز هستم
اما اگه فردا فهمیدن چی کارم تا ابد ازم فراریم. ببین دفعه اولو که شیرین کاشتی، این دفعه دومی رو هم بیا و بعدش دیگه نیا. همیشه آدم میگه دفعه آخر. آخه لام از سهم دفعه اولت هم گروی کار دفعه دومته. اون همیشه پول دفعه اول پیش خودش نگر میداره تا کار دفعه دوم واسش انجام بدی. صحبت سر اینه که ریشه دست اونه. صحبت سر اینه که دیگه دست و بال من طرف دزدی نمیره. ببین قلومی، گور پدرم پولم کرده، بیا برگردیم. بیا همین الان این کارو ولش کنیم و بریم. اون وقت کجا بخوریم؟ مگه همه از کجا میخورن؟ 2 چهارچرخه میخریم، میوه بارش میکنیم، زندگی رو میچرخونیم. به همین آسونی. به همین آسونی. من یه عمر این کارو کردم. ول کن بابا تو، دلت خوشه، مدام برنامه حالگیری را میندازی. ببین قلومی، 2 چهارچرخه میخریم، به جفتش رنگ یه جور میزنیم، هر رنگی که خوشگل بود و تو دلت خواست. 2-3 بار میوه میریزیم توش و میافتیم دوره. یه خورده سخته، یه خورده آدم خسته میشه، یه خورده درآمدش کمه، اما عوضش نون حلاله. خیالت راحته دیگه، نه از آجان ترسی داری، نه از پلیس شخصی، نه از هیچ تنابنده، از 7 دولت آزادی. خودت یا چهارچرخت که مال توه. از راه بدارم نکن، بذار سرم تو آخر خودم باشه. قلومی، من این زندگی رو داشتم، خیلی کیفش بیشتره ها. هواییم نکن، این کیفی که میگی به ما یکی نیومده. ببین اون وقت میتونی با یه دختر نجیب عروسی کنی، کاسب که باشی لب تر کنی، هر دختری رو که بخوای بهت میدم. دیگه قصه زندون رفتنم نداری قلومی. کوتا بیا و ما رو آزار نده. این حرفا به ما نمیاد، نه رفیق، به ما نمیاد. فکرشو بکن، من دل مریم رو به دست میارم و عقدش میکنم، تو هم با یه دختری که صورتش آفتاب ندیده عروسی میکنی. اون وقت من بچه دار میشم، تو بچه دار میشی، هی بچه دار میشیم، هی بچه دار میشیم، شلوغ پلوغ میشه و 5-6 نفری میریزیم به هم و میزنیم تو سر کله هم دیگه و کلی کیف میکنیم. بس کن تو رو خدا، بس کن. وقتی شب خسته از کار برمیگردی نمیدونی خونه اومدن و بچه تو بغل کردن و زن تو کنارت گرفتن چه کیفی داره. حسرت همه چی به دلم مونده رفیق. حسرت همین خونه و زندگی که داری میگی و حسرت خیلی چیزایی دیگه. تا اونجایی که یادمه همیشه بی خونه و زندگی و ویلون سیلون بودم. میدونی کاری حرفا یه پاری آدما نمیاد. این حرفام که تو میزنی به ما نمیاد. پس دیگه انقدر پاپیم نشو، اینقدر اشکم و واسه خاطر این نداشتنم در نیارده لامس. چهارچرخه منم اومد. استخاره نکن، برو پیشش، فکر نداره که تو بمیری همه چی درست میشه. نه قلومی، همه چی داره خرابتر میشه. چی شده مگه؟ این یاروه که از ماشین پیاده شد، همینیه که ما داریم واسش کار میکنیم. آره چی شده؟ این همون اکبر رفیق حسن دزده معروفه که موی دماغ مریم شده. نه بابا، خودش همونیه که باش سرشاخ شدی؟ خودشه. ده بیا، حالا کی میره این همه راه رو؟ منو باش که میخواستم تو رو باش قاطی کنم که برنامه‌های 2 نفره واسمون بریزه. دیگه فکرشم نکن، برو جلو و خودتو نشون بده، بعدش ببین کار چیه و خبرشو بیار. منم تو قهوه خونه سر کوچه منتظرتم. حالا که اینطوره پس بذار منم نرم، بذار باهات باشم. حالا چهارچرخم اگه نشد، هرچند تو گفتی که میشه، من نه؟ آره میشه. اینی که میگم برو جلو روی حساب دیگه ایه که الان به سرم زد. برو.
همینجاست همینجاست. نه اینجا نیست، حالا نوبت منه دیگه. نه دیگه تو بازی کردی. نه. یکی تو یکی من به نوبت. تو همیشه جر میزنی، مثل اینکه دارن در میزنن. صبر کن برم ببینم کی. ایوا سلام، شما اینجایین؟ با کی کار داشتین؟ با قلومی. نیستش؟ نه. شما خواهرشین؟ ایوا نه جونم. کس و کارشین بله؟ نه خیر جونم، من فقط باهاشم. باهاشی؟ آره دیگه، چه شکلی بگم؟ واردی که. نه خیر، من وارد نیستم. مگه تو با ناصر خان نیستی؟ نه خیر، نیستم. نیستی؟ پس نکنه با قلومی در به در شده ای؟ اوهو خانم جون، حرف دهنتو بفهم. نه میذاری نه ور میداری و از در میای تو، هرچی از دهنت در میاد میگی. ایوا خب شما رو نمیشناختم که خانم جون. قاسم تو برو تو اتاق. به من چی کار داری؟ حالا اجازه میدین بشینم تا قلومی بیا؟ اگه دلت بخواد میتونی. قربونتا. چطور مطوری کوچولو؟ به تو چه؟ کجا رفتم؟ سر کار. نفهمیدی این دفعه کجا رو میخوان بزنن؟ بزنن؟ خب آره دیگه، خونه ای دکونی گاف صندوقی مثل همیشه. صبر کن ببینم، مگه اونا میرن دزدی؟ خب تو رو خدا خودتو به کوچه علی چپ نزن آبجی. من آشنام و جیکوپیکم با قلومی یکیه. راپورت بدم نیستم، خیال تخت باشی. گفتم تو برو تو اتاق، مگه گوشات من پره؟ نشستم به شما کاری ندارم. دی گفتم برو تو اتاق. من نمیرم، همینجا نشستم. خیلی خب بعداً خدمتت میرسم. خب خانم جیکوپیکی، حالا واسم تعریف کن ببینم اینا دیگه چه کارایی میکنن تا حسابی خیالم از طرف تو راحت بشه و بفهمم که راپورت بده نیستی. ایوا رو چشام. ای کجایی؟ همین برم. بالاخره چی کار میکنی؟ چی رو چی کار میکنی؟ میری یا نمیری؟ میدونیم دوم ما الکی پلکی به دوم جنابالی بسته شده. خب حالا میفهمین که چی؟ بذار صاف و پوست کنده بهت بگم، سرم بره پام دیگه طرف دزدی نمیره. خب پس میخوای چه خاکی به سرت بریزی؟ بهترینش اینه که تا گندش بالا نیامده و حسابی آلوده نشدم برگردم سر خونه اولم، چون به وقتش نه جواب مریمو دارم بدم نه تو روی پسنی یاهو. حالا که یاهو، پس بذار واسه دو چیز روشنش کنم. اولندش که میخوام امشب از سیر تا پیاز همه چیزو واسه مریم بگم، یه جوری هم حالی بچه کنم. ای دل غافل، مگه زده به کله؟ آخه لامصب عباس این دوتا دروغ گفتم جسته بیخی گلومو داره خفم میکنه. اول دیگه شن خوش ندارم یه روزگاری خودشون همه چی رو بفهمن و تو روم توف بندازن. اگه گفتی و بازم انداختن چی؟ اقلا تهمت دروغ گفتن رو بهم نمیزنن، اقلا باهاشون رو راست تا میکنم. من یه عمری با همه رو راست بودم. خود دانی تو بمیری به دلم برات شده که بهم حق میدن و همه چی رو ندید میگیرن. هی ببین، بعدش هم میریم یه جفت چهارچرخی تر تمیز واسه خودمون دست پا میکنیم و دوبار میوه. چطوره؟ خب اونجوریه که تو تعریف کردی محشره. تو بمیری نون حلال خوردن خیلی محشره. من که نمیدونم، ولی خب لابد محشره دیگه. پس اگه محشره بخند. مگه دیوونه شدی الکی چی رو بخنده؟ بخند دیگه، اون زانوی غم رو ولش کن. بفرما، اینم زانوی غم. باریکلا، حالا شدی پسر خوب، حالا بخند. آخه نمیاد. به تو بخند، خودش میاد. چشم.
هه چیه بگو ها 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 نه بالاتر بالا نه سلام. این دختره اینجا چیکار میکنه؟ مگه جن دیدی؟ چرا خشکتون زده؟ خونه خرابت کرد. چرا داری چمدون تو میبندی؟ چی شده مریم؟ گفتم چرا چمدون تو میبندی؟ قاسم ولم کن. ببینم حرفی که نزدی. من چه میدونستم؟ صدا تو بیار پایین. خب من خیال کردم که اون همه چیزو میدونه. بعدش هم نشستیم و با هم یه خود درد دل کردیم. حالا نگو که تفلکی از هیچی خبر نداشت. خب سرش کلا گذاشتیم دیگه. حقم داره. ناصر 6 سال زندون بوده و تازه اون نمیدونسته. خفه شد دیگه. عرضه دانلق. خب من چه میدونستم؟ برو سگ ماستا برو بیرون. برو گم شد دیگه. چی میکنی؟ برو خونه خرابمون کردی برو بیرون دیگه. گورتو گم کن از اینجا دیگه. اقلا نمیخوای دوتا کلام حرف با هم بزنی؟ قاسم تو که بابا رو دوست داشتی؟ آره چون خیال میکردم بابام آرتیسه است ولی تو رئیس دوزایی نه آرتیسه. قاسم من امشب اومده بودم. ولم کن. من امشب اومده بودم که همه چیزو بهتون بگم چی کارم. من میخواستم که دیگه آرتیسته باشم قاسم. به خدا دارم راست میگم. من دلم نمیخواه استوزا باشم. من به خاطر تو بود که اینقدر بد شده قاسم. بس خاطر تو یه حرفی بزن مریم. اقلا دوتا فوش بهم بده. حسن دزده اگه دزد بود اقلا رو راست بود، اما تو هم دزدی و هم کلک زن و هم دروغ سر هم کن. اگه بسته برو کنار وایسه که دیگه نمیخوام ریختتم ببینم. مریم من میخواستم امشب همه چیز برات بگم اون روزی که زنم سر زار رفت چه خاکی به سرم شد. اون روز که قاسم رو پیش تو گذاشتم و رفتم دنبال کارم چه بلایی به سرم اومد. اما خراب شد. همه چی خراب شد. دیگه هرچی بگم الکی گفتی دلال بازاری، گفتی یارو شاگرد تو بهش پس گردنی زدی، واسم تئاتر در آوردی، گفتی میری پیش حاج آقا که جنس معامله کنی. چی بگم؟ قاسم بریم، پاشو بریم. باور کن که هرچی بهت گفتم و هر کاری کردم از روی ناچاری بوده. این که مهر تو به دل بگیرم و زنت بشم اینم از روی ناچاری بوده؟ تو خدا واسه یه دفعه دیگه هم که شده حرفمو باور کن. تو واسه بگم چی شده و چی میخواد بشه. بازم کلک تازه جور کردی مگه نه؟ درسته کلک جور کردم، ولی واسه اینکه تیشه به ریشه دشمنت بزنم، نه اینکه آزاری به خودت برسونم. مریم به خدا اگه بذاری و بری و قاسمم با خودت ببری منو کشتی، منو از بین بردی. اگه بمونم خودم و قاسم رو از بین بردم. من نمیخوام که این طفل معصوم مثل تو حسن دزد از آب در بیاد. من جونم رو بالاش دادم، میفهمی؟ از این گذشته اگه شوهر دزد میخواستم داشتم و واسه 7 پشتم هم بس بود. تو جوشی شدی. تو الان خون جلوی چشاتو گرفته و فکرت کار نمیکنه. تو اگه الان تو چشای من نگاه کنی باورت میشه که دارم راست میگم. نه اینکه همیشه چشات به من راست گفته. هیچ وقت دروغ نگفته، به تو نگفته. قاسم به من نگاه کن. قاسم تو که منو دوست داری،
تو که میدونی بابات راست میگه. تو یه چیزی به مامانت بگو. من دوست ندارم بچه‌های محل تو کوچه بهم بگن پسر ناصر دزده. بیا بریم قاسم، بیا. اگه به حرفام گوش بکنی همه چی 2 مرتبه درست میشه. از اولش هم همه چی خراب بود و من نمیدونستم. کور شده بودم و هیچ جا رو نمیدیدم. سکه یه پول شده بودم و خبر نداشتم. تو کاری با من کردی که دیگه سرم هم تو خونه نمیتونم جلوی همسایه هم بلند کنم. تو منو سرشکسته کردی مرد. خدا ازت نگذره. خدا ایشالله به زمین گرمت بزنه که زندگی بخور و نمیرم و به هم زدی. بریم قاسم، بریم. مامان تو رو خدا گریه نکن. نمیتونم. نشد که یه آب خوش از گلوم پایین بره. نشد که یه نفس راحت بکشم. نشد. هیچی نشد. مامان جون بیا برگردیم. شاید بابا راست میگه. به خدا یه جوری نگاه میکرد که دل آدم براش میسوخت. قاسم، دارم از ته دل میگم. اگه تو دلت میخواد که پیش بابات بمونی همین الان برگرد. برو پیش اون. اما از من نخوای که پیش اون برگردم. بابام واسه خودش مرده، اما تو نه، تو یه زنی. باید یه مرد بالا سرت باشه. من پیشت میمونم. پاشو بریم. پاشو بریم دیگه زن. دوست دارم به این قرآن قسم بخورین. که چی؟ که هر چی گفتم لام تا کام تا کارم تموم نشده پیش هیچ کی لب وا نکنین. آره بابا بخوریم پای من. از جانب همه. از جانب همه. قسمتون قسمه. آره بابا، خیال تخت باشه. اینا هم حرفشون حرفه، هم قسمشون قسم. تا دیشب میخواستم اکبر رو لو بدم و بنزمش زندان، اما همون دیشب همه چی عوض شد. همه چی به هم ریخت و خراب شد. اینی که میخوام فردا کاری کنم تا جفتی لو بریم، من و اکبر. اینی که نمیخوام فردا پای شما هم وسط باشه. حالیتونه؟ آخه یعنی چه؟ چرا؟ بشین ناصر خان، بشین. آقایون لاتا. آروم بابا، آروم بگیرید بشینید دیگه. به تمدی مسئله آقایون با آرامش حفظ کنید. به تمدی به تمدی دیگه. شما بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. چی هست؟ یه چیزی بگو. من اصلا نمیفهمم. گردنی به تو بده کاری. یا علنی بزن یا روزی که از زندون در اومدی، ولی جون هرچی مرده حرف امشب و پیش اکبر لو نده. اگه عشقته یه پس گردنی دیگه هم مهمونم کن، اما فکر نکن که من نامردم. فقط بگو چی میونه تو و اکبره. شاید کاری هم از دست ما ساخته بود. آخه ما هم زیاد دل خوشی از اون نداریم. نه بابا، صحبت سر این حرفا نیست. صحبت سر این من برمیگردم قلومی. برمیگردی؟ چی رو برمیگردی؟ تو کجا میری برمیگردی؟ داد نزن پسر. تو دیگه در اون دکون تو پس مرتی که دیگه بیشین با اون چی کار داری بابا؟ مثلا چی میشد اگه حرف اون چهارچرخ کوفتی رو نمیزدی؟ آخه چرا قولشو بهم دادی؟ اصلا چرا باز من اقا بد شانس و بدبخت باشم؟
اول از همه علی اصغر سر کوچه میشینه. آج خانم حدود ساعت 9 صبح از خونه میاد بیرون و میره جلسه قرآن و تا 2 ساعت دیگه هم بر نمیاد. به روزگارتون اگه گیر بیافتین و اسم منو ببرین. اون وقتی که اگه پام به زندون برسه همونجا سر همتون رو گوش تا گوش بریدم. تو هم مثل اونی، تو هم یه کلک زنی. خیالت که این چرت و پرتا که میگی باورم میشه؟ کور خوندی پسر. قرآن به کمرم بزنه، خدا جواب مرگم بکنه اگه یک کلمشو باید دروغ گفته باشم. آخه ننه تو هم یه خورده کوتاه بیا. چی رو کوتاه بیام؟ به ارواح خاک مادرم، ناصر رو اصل همون روزی که زنشو باس میبرد مریض خونه خودشو با آب آتیش زد و گرفتار کرد. بعدش هم که از زندون خلاص شد من پاپیش شدم. اونم از رو لاعلاجی زورکی یه دفعه با من اومد که جختشم تا حالا یه قاز بابت اون دوزی گیرش نیومده. بعدش هم زد زیرش. بعدش هم خواست همه چیزو واسه تو قاسم بگه که همه چی رو اون دختر خراب کرد. ننه این ناصری که من دیدم آدم بدی نیست. هر کیو از تو چشاش میشه شناخت. خب اون داره از دست میره. اون داره دستی دستی خودشو دوباره گرفتار میکنه. چرا که دیگه امیدی نداره؟ چرا که دیگه هیچ کی رو نداره؟ مامان به خدا بابا مادم خوبیه.
خب برین جلوشو بگیرین که کار دست خودش نده. این فقط کار خودته. تو و قاسم هستین که میتونین برش گردونی و الا شمرم جلودارش نیست. اگه اینایی که گفتی راست باشه، با اون همه کلفتی که بارش کردم، حالا برم چی بهش بگم؟ اون الان از همه ناامیده، از جا رونده و از همه جا بریده است. اون رفته که تو رو از دست اکبر خلاص بکنه، اما خودش داره میره اونجا که عرب نینداخت. آبجی پاشو کمکش کن. اگه کار از کار گذشته باشه چی؟ اگه زودترش برسیم من فکر بقیه‌شم کردم. کاری میکنم که قصر درده. مامان تو رو خدا پاشو بریم بابا رو از دست رئیس دزدا نجات بدیم. کلانتری به افسر یابان صحبت کنه. سلام علیک جناب سرمان. میخواستم خبری دزدی رو بدم خدمتتون. به اسمم کاری نداشته باشین. ببینین چی میگم. خونه حاج ممدری صراف رو امروز زدن. جنسای دزدی هم تا یه ساعت دیگه تو جنگل بالا رودخونه تحویل رئیس دسته میدن. اسمم کاری نداشته باشین. قربون شما. خب حالا دارم میگم. ده پسر ببین چه ریختی اون روز الکی پلکی مثل سگ و گربه به هم پریدیم. آخه اون روز همدیگر رو نمیشناختیم. آره نمیشناختیم. پس میگی اگه میشناختیم که گردن تا همون روز شکسته بودم و نمیذاشتم به امروز بکشه. چی داری میگی؟ ما با هم شریکیم، میتونیم رفیقم باشیم. ما با هم هیچی نبودیم و هیچی هم نیستیم. ببین پسر، بی خودی سر اون زنی که دعوا ران انداز. من اونو جلوتر از تو میشناختمش. از این گذشته یه عمره که پابندش. اولندش که زنی که نیستش و اسمش مریمه. دومندش اون باید تو رو بخواد که نمیخواد و ازتم بیزاره. گلشو به دست میاره. منش ندونستم چه برسه به توی ایک بیری. چه بد شد. بدتر از اونش هم اینه که حالا جفتی با هم میریم هلفتونی. یه مدت با هم آب خنک میخوریم تا یه آب خوشم اگر اون زن و بچه پایین بره. زده به سرت؟ چجورم؟ خب حالا تو هلفتونی رو چه شکلی باز بریم؟ احتیاجی به زحمت ما نیست. با سلام و صلوات میان دنبالمون میبرن. چی میاد دنبالمون؟ من پلیس رو خبر کردم. پلیس؟
اگه خود دندان رو جیگر بذاری پیداشون میشه. شوخی میکنی؟ جون جدت عین حقیقته. مارتی تو یه دیوونه. شک ول کن، مگه تو مخت پار سنگ برداشته؟ من که برداشته ولش کن نکن، چون ول کنه تو یکی دیگه نیستم. تو خودت ول کن باطن. گفتم ولش کن. غلط کردی گفتی. میگی تو دیر نشده بزن به چاک. تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدم برات گردونم خونه. کدوم خونه؟ خونه کی؟ پیش کی؟ پیش ما. خونه ما. قاسم شما اینجا؟ قلومی این چه کاریه؟ دیگه معطل نشو. بابا جون بیا بریم خونه. چرا منو گیجم کردین؟ همه چی درست شده. شما دیگه میتونید ستایی با هم زندگی کنید. این چی داره میگه؟ بیا بریم خونه تا واسط همه چیزو بگم. تو بیا بریم دیگه بابا جون. به برو معطلشون نکن. ولی یه چیزی یادت نره. یه چهارچرخ واسه من میخریم. مثل مال خودت رنگش بکنی تا من از خلوفتونی بیام بیرون. خلوفتونی دیگه چرا؟ دوست دارم یه چند مدتی از شر این انطراقا راحت باشین و به هم دیگه برسیم. اینه که وامیستم تا اومدن پلیس در نره. دیگه داری چرت میگی. دیگه داره دیر میشه. دیگه از ساکت دیگه شد بریم. زود باشین بلندشون کنیم ببرین. زود باشین. زودتر عجله کنین. ناکس